اما در زل سود 3 زن اسفرگی با نشانی اعتراض رگ‌های دستشان را در تالاری سودی ولایت سوغد بریدند. آنها گفتند به خاطر تنتنه بی‌عدالتی به این عمل دست زدند. اکو با این خواستیم که همین در حقیقت عدالت نه، حقیقت نه، همه آدم مورد بهتر. و نخواد که یک جانده مثال دولت تاجیکستان دولت دموکراتی قانون‌های کنستیتوسیونی همه مورد دستگیری است، اما اینها همه قانون‌ها و رعایت نمی‌کنن. مجبور شدم 10 ماه باز راه میرم پشت بچه‌م شده. شما هم دستتون نبرید؟ 20 ساله بچه من جانم بسیار شده، مجبور شدم این کارو کنم. دادگاه ولایت سوغد فرزندان این زنها را با عیب دزدی و راهزنی به مهلت تا 16 سال حکم زندان داد. به قول مادران از فرزندانشان با شکنجه اقرارنامه گرفتند. از ساعت همین 9 شب تا ساعت 3 سحر سوید و داشتگی هوای به طاقت کندم. وقتی که نازکش به میموند طاقت کردن نمیتونه. من از چیزایی که گویتا من هوای گفتگی سرش به چیزی ماسکا چیزی پوشانیده برده عذاب داده، همین جاهای نازکش سوید به داشته اوای خودی قراری میگیرن. بعدی وی واحد و رحمان میبیارن که حالتی فرهاد وزمین همین خیال شده میخواهیم یا گفتی فرهاد رو تصدیق میکنیم. گفته میپرسن همین فرهاد حالتش دیده واحد و همین فرهاد چیزی گفته باشد همون به من راضی میگوید. زنانی که با شیشه‌پاره رگ‌هایشان را بریدند کمک طبی گرفتند نجات یافتند. دادگاه برای این عمل هر یکی آنها را 150 سومانی جریمه کرده است. مادران قطعاً طلب دارند پرونده پسران آنها از سر نو بررسی شود. سیر مینیسی پرکرار میپوشته است، سیر پرکرار سعودیه میپوشته است. اینها هم به زنجیر یکدیگر بوده است. دادگاه ولایت سوغد بعد بررسی دوباره پرونده گفت که حکم دادگاه شهری کانیبادا مشکلی ندارد و حکم عیبدار شده ها پرره تصدیق خود را یافته است.